توی بحران خطرناکترین تصمیم اینه که فکر کنی سریع تصمیم گرفتن یعنی مدیریت. و این چون مبتلا به خیلی از پروژه ها و مدیرانه، من این رو امروز میخوام بگم. توی تجربه هایی که داشتم یک نمونه واضح رو میخوام براتون توضیح بدم و اون اینه که زمانی بود که بازار ریخته بود، تقریبا مشابه وضعیت الان بازار بود. تورم بالا بود، مدیر هر روز یه تصمیم جدید داشت میگرفت، به فکر حل مشکل بود، نیتش برطرف کردن مشکل بود. امروز فروش فوری، فردا توقف پروژه، پس فردا مذاکره عجولانه. ولی وقتی وارد پروژه شدم فهمیدم مشکل پول نیست، بلکه تصمیم احساسیه. زمین ارزش داشت، پروژه ظرفیت وام داشت، ولی چون سیستم تصمیم سازی نداشتن نمیتونستن اعتماد افراد رو جلب بکنن. من اینو بارها در تجربه های نظارتی و تسهیلاتی گفتم که تمام کسانی که با شما کار میکنن در واقع به عدد نگاه نمیکنن، بلکه به تصمیم مدیر نگاه میکنن. ما هم تو مجموعمون همین جاهاست که ورود میکنیم و اونجا رو ما اسمشو بحران موقت میذاریم. حال روحی مدیر سرنوشت سرمایه رو نباید تعیین کنه. تو تورم افزار گسیخته برنده کسی نیست که سریع واکنش نشون بده. برنده کسی که از قبل تصمیم هاش رو روی هدف قفل کرده باشه. اگه حس میکنی تو کارت بیشتر داری واکنش نشون میدی تا هدایت، بدون وقت فروش نیست، وقت سیستم سازیه.